سلام. بنا به درخواست دوستان که ازم خواسته بودن آموزش سیمکشی کولر اسپلیت 18000 و 24000 رو بذارم، این ویدیو رو ساختم. این پست ذخیره کو به دردت میخوره. ما اینجا یه ترمینال داریم که یه فاز میخوره، یه 0 و یه 3 که همون فرمانه و یه کنتاکتور دو پل داریم. واسه شروع باید از فاز یه انشعاب بگیریم و به یه دونه از پلای کنتاکتور وصل کنیم. همینطور یه دونه 0 از اندو میگیریم و به یه پل دیگه کنتاکتور وصل میکنیم. واسه روشن شدن کنتاکتور ما نیاز به یه فاز 0 واسه بوبین کنتاکتور داریم. یه 0 میگیریم و به پایه بوبین وصل میکنیم و واسه تحریکش نیاز به سیم فرمان داریم که سیم سیاهه. از شماره 3 که همون فرمانه یه انشعاب میگیریم و به یه پایه دیگه بوبین وصل میکنیم. در ادامه ما باید از پل بعدی از خروجی کنتاکتور یه 0 بگیریم و به یکی از پایه های خازن وصل کنیم، فرقی نمیکنه به کدوم، و یه 0 بگیریم و یه 0 هم از همونجا انشعاب بگیریم و به یکی دیگه از پایه های خازن فن وصل کنیم. حالا میمونه چی؟ حالا میمونه سیمای فن. سیمای فن رانینگ رو به 0 وصل میکنیم، به هر جایی که روی خازن 0 داره وصل میکنیم و استارت رو به اون سر خازن که تنهاست وصل میکنیم و کامانش رو به فاز کنتاکتور وصل میکنیم. واسه کمپرسور هم به همین شکل یه 0 داره که به رانینگ داره که به همون 0 خازن وصل میکنیم، یه استارت داره که به تنهایی روی پایه که تنهاست وصل میشه و یه کامان داره که به فاز کنتاکتور وصل میشه. اگه توجه کرده باشی 0 همه به همدیگه وصلن و هیچ مشکلی نداره. موفق باشید.